دوستان، با تحلیل طلای 18 عیار تایم روزانه در خدمتتون هستم. توی تحلیل قبلی اومدم یه ناحیه حمایتی اینجا رسم کردم و گفتم که انتظاری یه واکنش مثبت از این حمایت رو دارم. خب قیمت اومد به این سطح حمایتی برخورد کرد، با واکنش مثبتی روبرو بود. شادو رو داریم و یک کندل مثبت که امروز زده شده. منتها با ریزش یا افت اونس جهانی انتظار افت طلای 18 عیار رو داریم. باید کندل امروز رو ببینیم. اگه داخل این زون یا حمایت فرو بره و باعث شکسته شدنش بشه، قیمت میتونه افت بیشتری رو شاهد باشه. اما اگه اینجا یه مقدار رنج بزنه و دوباره صعودی بشه، کندل امروز خیلی برامون مهمه، مشخص میکنه که میخواد صعود کنه یا میخواد ریزش کنه. موفق و پرسود باشید.